اینم نتیجه کار که حدود 2 سال شعله میکشه الان و کل سوراخ‌هاش هم روشن شد. خیلی راحت یه دونه شیر گاز این قسمت رفت کردیم، با مهرش رو خالجوش زدیم. این قسمت اطراف 4 طرف شکاف زدیم برای هوا بکشه و شعله کاملا آبی و خیلی خوبی هم به ما میده. بعد از اینکه شیسلیامون آماده شد، یه تیکه قوطی رو این قسمت قرار میدیم. برای اون تیکه وسطمون دقیق وسط باشه از دو طرف اندازه میگیرم و بعد میام روی قوطی علامت میزنم که قرار این دو طرف برش بخوره تا گاز از این قسمت بتونه جریان پیدا کنه توی شیسلی ها. برش کاریش انجام میشه اینجا. شیسلی وسط رو 2 تا رأس دقیقا روبرو همدیگر رو میام پخ میزنم و برش میدم که اینطوری داخل کار قرار میگیره. قسمت همه این قسمت ها دیگه کاملا جوشکاری میشه، دربندی میشه، کاملا آببند که دیگه نشتی گاز نداشته باشم. تیکه مقابلش رو هم از زیر قرار دادم به خاطر اینکه این زاویه رو دقیقا اینجا بتونم با ماشین علامت بزنم. حالا اینم برش میدیم برای تیکه بالا. برای شیسلی بیرونی بزرگه باید قسمت ورودی گاز رو ایجاد کنیم. این قسمت رو خالی میکنم که گاز بیاد بالا، هم که برش شروع کنم. خب خالجوشاش عمل بزن. قسمت انتهای دسته رو 4 طرف شکاف می‌ندازم برای اینکه هوا رو راحت بکشه داخل دسته. و اینم انتهای کار. مهر شیر رو جوش میدیم به قسمتی که شکاف زدیم و تمام. اینم نتیجه کار که حدود 2 سال شعله میکشه الان.